طفل بالغ میسازه، عقل برش میده، کور بینا میسازه، کره شنوا میسازه. اونمو آدمی که در فترت وحی سورا میاره، الله متعال امتحانشان میکنه. چی رقم امتحان میکنه؟ برشان میگه الله ظاهرا آتش میاره، گفت داخل شوید اینجا. پیغمبر علیه السلام میگه به الله قسم، کسی که ابا میکنه به الله میگه که خودت ما را منع میکنی که آتش نروی، چطور اولی امر میکنی؟ او یک تعداد مکمل امر الله را قبول میکنه، داخل میشه. به الله قسم کسی که داخل آتش میشه یک دم سرد است. اینمی مورد امتحان است. بله، کسی مردمایی که میگه که او خود داری تکلیف نیست، داری جزاست، دیگه اون معنایش است که بعد از داخل شدن جنت داری تکلیف نیست، قبل از او داری تکلیف است. به خاطری که در منکر و نکیر هم که سوال میکنه، اونجا برش تکلیف است. برش میگه که این پیغمبر هم میشناسی، در مورد ازی چی میگی؟ این تکلیف است برش. از او خاطر راجح قول است که الله متعال را کلش پس مورد امتحان خود قرار میده بعد از او. اما اطفال مسلمان ها تابع پدر و مادر مسلمان است. اجماع امت است که یا تابع پدر و مادر است، در کجا میرن؟ در جنت میرن. خیر ابوین، خیر ابوین یعنی یکی از پدر و مادری که بهتر است، هر کدامش مسلمان است، تابع امزواست. و اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی که ما اراده کنیم که هلاک بسازیم یک قریه را، اهل یک قریه را، امرنا مترفیها، ما امر میکنیم مترفیها مردمای عیش پرستی از واره، ففسقوا فیها، پس وا نافرمانی میکنه، فساد و نعوذ بالله گناه ها میکنه در اینمی قریه، فحق علیها القول، ثابت میشه بالایشان وعده عذاب الله، فدمرناها، پس ما برهم میزنیم، هلاک میکنیم، بیخکن میکنیم، تدمیرا برهم زدن و بیخکن کردن. اینجا دو قرائت است، یکی امرناس میم مشدد، یکی مخفف است. اگر میم مخفف باشه سه توجیه داره در اینجا. اول و اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی که ما اراده میکنیم که هلاک بسازیم یک قریه را، امرنا مترفیها، ما امر میکنیم مترفیها مردمای عیش پرستو، راحت طلب و تن پرورشان که کش و فش زندگیشان خوب جور است، او را امر میکنم به احکام خود که را عملی بکنه. ففسقونا، فرمانی میکنه، امی فرمانای الله میگه فرمانای مرا عملی نمیکنه که نمیکنه، فیها در قریه، فحق علیها القول، ثابت میشه بالایشان امو فیصله عذاب، فدمرنا، ما برهم میزنیم، امی کل تبا میکنیم، امی قریه را تدمیر به تبا کردن نمیمانیم شه. خب کل گیره چرا از بین میبری؟ مردمای دیگه که در بینشان است که وا فساد نکرده، فسق نکرده، او را چرا از بین میبری؟ دو وجه است. یک وجه است که یا تابع دارای همی کلانه و عیش پرستا می باشه، یا که کدام ظلم و عیش پرستی کست این مردم ها تابع شد. قماندان که ظالم شده، قماندان که نعوذ بالله آلی خدا معرفی میکنه، تو بادیگارد دور قماندان کرده، او تناست، او تناست، نمیتونه سری مردم ظلم بکنه، کمرش تو بسته کرده. برات میگه ایره چپک و چپا میکنی، برات میگه ایره بزن میزنیشه. اگر تو مظلوم امی ظالم کمرش بسته نکنی، ظالم تو را زده نمیتونه، تو را زده نمیتونه. اگر تو رای ندی اینی قسم حالت سرت نمیآید، خود رای داده ای، از او خاطر کدام جنایتی که میکنه تو قطع شامل است. باری هر دویتان یک رقم روان است، عذاب الله یک دم سرت میآید. یک وجه. دوم وجه حق ازی بود که یا منکرات میکردن یا منع میکردن از منکرات، نهی عن المنکر میکرد، لیکن این مردم قرار نشستن برای از او موقع دادن. اول که فساد در قریه شروع میشه از یک بچه شروع میشه، بچه فلانی چی است؟ یاغی است. بچه فلانی چی است؟ بدماش است. خو این قدر قریه نمیتونه یک بدماش اصلاح کنه؟ این قدر قریه نه، بدماش است، او خدا او طرف میکنه، او خدا او طرف میکنه. بدماش موقع داد، بدماش گفت که کل از پیش میترسه، پاچایی کو. کل گپا دیدی که امروز در جنایت کدام مردم شامل میشه. قرآن کریم برای ما برنامه اصلاحی را بیان میکنه. اصلاح از کجا میشه؟ اصلاح این وقت میشه که ما دست جنایتکار را بگیریم در نقطه اولش، در نقطه صفرش، که ازدیاد پیدا نکنه. قماندان صاحب خیلی ظالم است. چرا ظالم است؟ خود تو بادیگاردش است.
امر میکنه ده، نمیگه کی خو مسلمان است چرا ده. تنظیم جنگی براتون معلوم بود؟ جمعیت حزب را یک حال بود، یک روز بود که پرسان نکو. یک مسلمانی باهوش نبود که قماندان امر میکرد که چرا مسلمان خب بچه کاکایم است، او خب بیادرم است. دو بیادر بود، یکیش در کجا؟ در جمعیت، دیگهش در کجا حزب، یکی دیگه خدا میکشت. چرا میکشی؟ قماندان تو قماندان کردی، الله متعال میگه از خاطر. یک دوم ترجمه و اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی که ما اراده کنیم که هلاک کنیم یک قریه را، امرنا مترفیها، ما امر میکنیم مترفیها اما عیش پرستا را، ففسقوا فیها، امر میکنیم عیش پرستا را. چه قسم امر میکنیم؟ امر میکنیم که عیش پرستا جلوگیری کنه از اینمی فساداتی که دی واقع شده. چرا که یا خو کلان هستند، مردم برش توجه میکنه، لیکن ففسقوا فیها، یا دیگه فسق شروع میکنه، خوش هستند که بان فساد زیاد شوه. از هر کدام باز ما چی میگیرم؟ قلنگ میگیرم. بان کیا جنگ و جدل کنه بجولی ما استاد میشه، از هر کدامش میگیرم. اینی جست که الله هلاکت میاره، چرا که اردو طایفه در صدد اصلاح نیست. سوم ترجمه و اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی که ما اراده کنیم اهل یک قریه را، امرنا مترفیها، ما امر میکنیم امو عیش پرستا را، کسایی که در تنعم و عیش پرستی وقت تیر میکنه به طاعت و عبادت خود که ما احکام ما را بپذیری، شما نافرمانی نکنی. ففسقوا فیها، یا فسق شروع میکنه دو. چه قسم فسق شروع میکنه؟ ای احکام ما را میگیره نادیده، ایج در قصه از این نمیشه که من مامور به ای هستم یا نیستم، یا تاویلات فاسد دیش میکنه. ما بعد از او فحق علیه القول، ثابت میشه بالایش فیصله عذاب. اگر امرنا میمشد بدیم باز اینجا معنا دیگه میشه. و اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی که ما اراده کنیم که هلاک کنیم اهل قریه را، امرنا، ما حاکم میسازیم، امیر میسازیم، پاچا میسازیم، مترفیها عیش پرستا و تن پرورا را، ففسقوا فیها، یا فسق شروع میکنه. چرا؟ یا تن پرور است، عیش پرست است. جنایت ها اکثر از این مردم میشه، زنا از یا میشه، شرابخوری از یا میشه، در مسجد ها نرفتن از یا میشه، نعوذ بالله. چرا؟ به خاطر که اینمی حالتشان میشه. دنیا که وقتی وسعت پیدا بکنه بالای کسی، بازو تابیداری و بندگی الله را نمیکنه، بازو پشت عیش پرستی میگرده. از او خاطر الله میگه فحق علیه القول. پس مطلقی فراخی و وسعت دنیا این مفید برای انسان ها نیست. مردم خوش نشوه. حالی مردم چی میگه؟ والا خوب شده مردم از سابق کرده، سابق هیچ چیز نبود. خب کجا شده؟ مردم یک کمی دستشان بر شده، بجای از اینکه قرآن تلاوت کنه تمام روز تلویزیون پاک کرده رایسته. در سری قرآن کریم یک بلست خاک افتاده، تلویزیون اینطور ریش سفید آجی دستمال گرفته می باشه، او را پاک کرده رایسته. این کارا را میکنه. بجای از اینکه آلی در جمعه بره، در جمعه آلی طرف میله میره. چرا که پیسه زیاد شده. بجای از اینکه یک توی بسیط ساده به تکلف بگیره، نه رقاصی تاجیکستان طلب میکنه، در هتل ممتاز یا اورانوس است، در اونجا میگیره، سرکارا بند میکنه. ایگه پارا میکنه. قرآن کریم ایگه پارا میگه. چرا؟ انسان کم ظرفیت است، قدر نعمت الله را نمیدانه، طریق استفاده و استعمالش نمیشناسه، بس دیگه دینمی سر میشه. فحق علیه القول، پس ثابت میشه بالایشان فیصله عذاب الله. فدمرنا، الله میگه ما تباه میکنیم، تدمیرا با تباه کردن، برهم میزنیم اهل قریه را، خودی قریه را تدمیرا با برهم زدن. و کم اهلکنا من القرون، بسیار هلاک کردیم از قرنها، از مردمی زمانه های سابق. من بعد نوح، پس از نوح علیه السلام، بسبب کفر و عیش پرستیشان. و کفا بربک، کافیست پروردگاری تو بذنوب عبادی، به معلوم کردن و آشکارا کردن گناه های بنده هایش، خبیرا که خبردار است که چی گناه کرده، بصیرا میبینه تمام حالتا. کل گپا به الله معلوم است که در اینجا چی کدام جنایت میشه، الله عذاب خدا میاره. شما طوفانای سونامی را ندیدی؟ کدام حالتا بود؟ در لبای بحر زناهای علنی نمیشد؟ الله چه قسم طوفانا را آورد، کسی نجات پیدا کرده نمیتونست. گاهی او زلزله ها را ببینی، الله متعال میاره اینی طور حالتا را.
من کان یرید العاجله عجلنا له، بله کسی که اراده عاجله را داره، مراد از عاجله دنیاست. کسی که اراده عاجله را داره یعنی نفی صرف دنیا را که عاجل برش داده شود، عجلنا له، ما به شتاب بس جلتی میدیم برایش فیاده ای دنیا، ما اونمو چیزایی را نشاو که الله میگم ما بخوایم. اینطور نیست که کل چیزا ما میخواه ما برش بدیم، او با کلگی هم نه. لمن نوریدو، برای کسی که ما اراده داریم، ثم جعلنا له، بعد از میگردانیم برایش جهنم یصلاها، که داخل میشه در جهنم، مذموما، در حالی که نکوهش کرده شده، بدیشان برشان شنوانده شده، گفته شده، مدحورا بطیله داخل کرده شده، همینطور در جهنم انداخته میشه. این مردکه کلی هم و غم خدا دنیا را گشتانده. من کان یرید العاجله، من کان لا یرید الا العاجله، کسی که دیگه اراده نداره غیر از عاجله، آخرت یادش نیست. این آدمی است که غفلت کرده، یا است که نعوذ بالله آخرت هیچ قبول نداره، یا است که نه غافل است، کل شب و روز خود دمی تیر کرده. اینجا بسیار مهم نکته است، مسلمانان باید خوف داشته باشه. یک کسی که 60 سال عمر شده یک روز دکانداری خود ترک نکرده، یک روز که برود در ترجمه قرآن کریم بشینه، یک کمی از آخرت بشنوه، از حالاتش بشنوه، یک کمی در قلبش تحول پیدا شوه، یک کمی انصاف و عدالت رعایت کنه. چرا که انسان وقتی که عذاب آخرت بیان شوه، انسان بالکل عملش درست میشه. از او خاطر این آدم دکانداری کرده، کلی هم و غمش پیدا کردن دنیا بود. الله میگه برش میدم، لیکن دادن الله متعال دو قید داره. یک قید است آن چیزی را که من میخوام میدم، شاید او بسیار چیزا را طلب کرده باشه، لیکن الله میگه من چیزی را که من میخوام، و شاید کلگی طلب کرده باشه، الله با کلگی نه، با کسی که الله اراده داره میده. معلوم شد که سرازیر شدن دنیا هم در اختیار الله متعال است. برای کسی که سرازیر میشه خوش نشوه، برای کسی که داده نمیشه خفه نشوه، چرا کلش اختیارات الله متعال است، برای یک امتحان بزرگ است. اگر دنیا برات داده میشه به این خاطر که از این تو منفعت با درست بگیری، اگر داده نمیشه آلی تو مورد امتحان صبر قرار میگیری. از او خاطر الله بیان میکنه که کسی که تنها دنیا را طلب میکنه آخرت تا در کسیش نیست، دنیا را برش میدم لیکن داخل میشه در جهنم، در حالی که مذمت و بدیش بیان شده میباشه که برای تو عقل، امکانات، استعداد، همه چیز داده شد، تو فقط دنبال دنیا گشتی، آخرت فراموش کردی، با تیلا برده میشه از روی بیعزتی. و من اراد الاخرت، کسی که اراده آخرت داره، و سعی لها سعیها، کوشش میکنه برای همی آخرت، سعیها کوششی مناسب، کوششی که لیاقت از او داره، یعنی کوششی لازم میکنه. و هو مؤمن، در حالی که مؤمن باشه، فاولئک، این مردما کان سعیهم، هست می تلاش و کوشش و مشقت و تکلیفش مشکورا، قابل قدر، مقبول شده به نزد الله متعال. الله متعال این قبول میکنه. معلوم شد کسی اراده آخرت داره، اراده آخرت کی میشه؟ و سعی لها سعیها. بعضی مردما را که میگی بیا نماز بخوان، الله لک بخش است، الله لک بخش است برای کی است؟ آخرت تا تو اراده کو، بعد از الله برات بده، خود سعی مناسب برش بکو. سعی مناسب کدام است؟ پکه خوب است والا، سردی را میاره، خب لیکن از کجا چالان میشه؟ از او تکمه چالان میشه. امین جا بیشی بگو پکه خوب چیز است، پکه خوب چیز است. پکه حرکت نمیکنه، شمال بری تو نمیده تا وقتی که سعی مناسب نکنی. سعی مناسبش کجاست؟ اونجا سوچه بزن، بعد از او آب هوا برات میده. ما سعی مناسب با آخرت نمیکنیم، در نماز حاضر نیستیم، ترجمه قرآن نمیشنویم، روزه نمیگیریم، کلی کارهای ما خلاف اسلام روان است و بازم چی میگیم؟ جنت جای ماست. نه. آلی سعی مناسب آخرت کدام است؟ در اینجا کوشش موافق شریعت و سنت باشه. هر کوشش مقبول نیست. از همون خاطر عمر رضی الله عنه وقتی که میرفت طرف فلسطین، یک جای دید که یک راهب بسیار ضعیف است، پیر است، خدا لاغر کرده، ریاضت کرده، از کل نعمتها خدا چی کرده؟ محروم کرده، پرهیز کرده. عمر رضی الله عنه چی کرد؟ گریان کرد در حالش. چرا گریان کرد؟ به خاطری که با این قدر ریاضت و محنت بازم در کجا میره؟ جهنم میره. هل اتاک حدیث
غاشیه. وجوه یومئذ خاش عاملة ناصبه، عمل کرده، ناصبه تکلیف کشیده، مانده کده خدا. تسلا نارن، میره در آتشی که بسیار گرم است. اینجا چرا که میره؟ شرط اینجا گم است. و هو مؤمن، در حالی که مؤمن باشه، عقیده توحید الله را داشته باشه. چرا که عقیده توحید نداشته باشه کوششام هیچ کدام فایده برش نداره. عقیده توحید که نداشته باشی کلی سال روزه بگیری روزیت نیسته، نماز بخوانی نماز نیسته. آلی براتان معلوم شد که اهمیت توحید چقدر است، که مردم توحید بفهم بدانه یا نه. عمل اگر نشد ده امکانی ازی هست که الله معاف کنه، لیکن اگر توحید نبود کل اعمال مکمل موجود بود، به دردش میخوره؟ نمیخوره، در بدر میشه. فاولئک کان سعیهم مشکورا، این همی مردم که سعی مناسب کرده برای آخرت. حالی که سعی مناسب امور میگه که مطابق دستورات الله متعال زندگی خود برابر کرده، سعیش محنت و کوششش اموتور هدر نمیره، مشکورا قبول است. یعنی الله متعال ایره قبول میکنه، نتیجه را سرش مرتب میکنه، قابل قدر است. کلا نمد هؤلاء، هر کدام به هر کدام از زمین دودل که کسی اراده دنیا را داشت کسی آخرت را، نمد ما کمک میکنه، میدیم. هؤلاء بیت مردم که مقبولین است و هؤلاء بغیر مقبولین، کسایی که آخرت طلب میکرد دنیا را طلب میکرد، به هر کدام میدیم من عطای ربک، از بخششای پروردگار تو دمی دنیا. اینی مصداق رحمانیت الله است که الله رحمان است، کل گیره میده، صحت، عافیت، روزی، بخشش، جمال، کمال، ایگا پارا کلش داده. و ما کان عطای ربک محظورا، نیست بخشش پروردگار تو من شده از کسی که نیست. معلوم شد که الله اینمی نعمتهای دنیا را به هر کدام میده، اگه مقبول است اگه غیر مقبول است. پس مطلق نعمتها معیار قبولیت یک انسان شده نمیتونه، چرا که الله به کلگی میده. خب انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، نظر بکنی مخاطب پیغمبر علیه السلام دی بخشش دنیاوی که الله شرط ایمان میمانه نکرده که ایمان مؤمن باشه باز بده، این شرطا را نکرده. کیف فضلنا، چه قسم برتری داده این بعضهم بعضی از یار علی بعضین، بالای بعضی دیگرها. اینا چرا اینطور برتری داده؟ یک دو هدف است. یک هدف است که نظام زندگی دنیا بینمی تفاوتا پیش میره، اگر تفاوتا موجود نباشه نظام زندگی چی میشه؟ فلج میشه، توقف میکنه. یک کیف فضلنا، چه قسم برتری دادیم بعضهم بعضی از یار علی بعضین، بالای بعضی دیگرها، تا امتحان کنم که تو باشی آدمی مالدار چی میکنه، چقدر خودم متکبر میدانه، چه قسم امرای بیجا بالای فقیر میکنه، دیده شوه که فقیر چقدر تابیداری غنی را میکنه، به خاطر ازی چاپلوسی میکنه، ایمان خودم چی میکنه نعوذ بالله، چرا که مالدار است. سلام به خاطر مالداری میپرته، السلام علیکم توری میکنه. کلش امتحان الله متعال است. وللآخرت اکبر درجات، مثل که در دنیا مراتب هست، در دنیا خو مراتب هست، کسی زیاد مال داره، کسی کم، کسی رئیس، کسی مامور، کسی مدیر، رقم حالتو هست. اما مراتب آخرت خیلی اهمیت داره. چرا؟ وللآخرت و آخرت اکبر و خیلی بزرگ است درجات از حیثیت مرتبه. پس کسی وقتی که درجات آخرت تفاوت داره به انسان مناسبه که در دنیا طلب نکنه، دنیا را درجات دنیا را پشتش نشوه، پشت درجات آخرت بگرده. و اکبر و تفضیل، خیلی بزرگ است از روی فضیلت. کدام مرتبه و مقامی که او درجه داره و خیلی مهم است از اینکه تو نعوذ بالله پشت دنیا بگردی. لا تجعل مع الله الها آخر، آلی الله بعضی هدایت میکنه که چه قسم آخرت طلب میشه، اعمالی که توسطش آخرت طلب میشه کدام است. الله شروع میکنه اول لا تجعل مع الله، نگردانی امرای الله متعال الها آخر، معبود دیگه معبود. اول موضوع توحید است. توحید الله دفع عذاب الله را میکنه، احسان به والدین دفع عذاب الله را میکنه، احسان به مخلوق الله دفع عذاب الله را میکنه. اول امر لا تجعل مع الله الها آخر، نگردانی امرای الله متعال معبودی دیگر، قائل نشوی، عقیده نکنی، فتقعد، تو میشینی باز مذموما، در حالی که ملزم باشی، بدحال باشی، مردم بدی تا بیان کرده برا. یکی
یعنی بدی و عیبای تو بیان کرده شود. مخذولا، بیار و مددگار، بی کس، هیچ کس یاری تو رم کرده نمیتونه. هر کس که عقیده شرک داره الله متعال میگه یکی خو بدیش بیان میشه، مذمتش بیان میشه، هر کس ملامتش میکنه. امیالیم که کسی شرک میکنه مردمی که توحید فهمیده خیلی بد میبره از او، مشرک مردم خیلی بد میبره. دومی کس یاری هم نمیکنه. چرا؟ نصرت و ولایت الله متعال شامل حال موحدین است نه مشرکین. با مشرک الله امداد نمیکنه. اول موضوع بود اسبابی که ما را در آخرت سعی که برای آخرت سعی مناسب است امی سعی است. یک، عقیده تجور کو توحید. دوم، و قضا ربک، حکم کرده فیصله کرده ربک پروردگار توی پیغمبر علیه السلام الله تعبدو الا ایاه، که عبادت نکنی غیر از الله متعال. از هیچ کسی، هیچ کس قابل عبادت نیست. هیچ کس. پدر و مادر نزدیکترین اشخاص برای توسته، که سبب و وسیله برای ایجاد و خلق تو شده در دنیا. الله متعال خالق حقیقی است اما سبب و وسیله پدر و مادر است. پدر و مادر هم حق عبادت نداره، پدر و مادر حق احسان داره. از خاطر در قرآن کریم الله متعال پدر و مادر حقوقش متصل حق خود ذکر میکنه، اشاره به این میکنه که بله حق الله و پدر و مادر با هم جداست. حق الله که خالق حقیقی است عبادت است. حق پدر و مادر که او اسباب است برای پیدا شدن طفل او احسان است. سه قسم احسان با امرای پدر و مادر میشه، اگرچه جزیاتش زیاد است لیکن کلیاتش سه است. اول دعوت بده به سوی امر دین، به سوی توحید الله متعال. ابراهیم علیه السلام اول دعوت داده پدر مادری خدا، پدر خدا برای چی؟ توحید الله متعال. اول حق پدر و مادر بالای اولاد امیسته. دوم خدمت از واره بکو، آن خدمتی که مناسب است. سوم مال سری پدر و مادرت خرج بکو، ادن و قاشترشی را زینت نبیاری، این خدمت است. پدر و مادر سر تو حق داره. باریکترین و دقیقترین تعبیری که الله متعال در حقوق پدر و مادر کرده دمی آیت هاست و آنقدر الله متعال با یک اسلوب حق پدر و مادر را بیان میکنه که تمام قوتهای وجود انسان بالکل بیدار میشه که با پدر و مادر چی باید بکنه. الله متعال میگه و قضا ربک، حکم فیصله کرده ربی تو الله تعبدو که عبادت نکنه. مردم بگو اعلان کو عبادت نکنه الا ایاه، بغیر از الله متعال. هر قول و عمل پسندیده عبادت است. هر قول و عمل پسندیده عبادت است. این عبادت خالص برای الله بکو. مردم ما شام دو رکعت نفل میخونه، الوان پخته شده دو روز مرده میباشه، او را الوای حول میگه و الوای شام میگه. میگه دو رکعت نفله به ارواح مرده بخوانه. نفل عبادت است یا نیست نماز؟ این برای مرده خوانده میشه، برای الله خوانده میشه. کل عمر مردم به ارواح مرده خوانده.